هر گناهی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا الله متعال انجام دهنده آن را نفرین کرده باشه، هر دعایی که به هر گناهی که نفرین پیامبر را به دنبال داشته باشند، این جزء گناهان کبیره هست. مانند همین عمل به اصطلاح تتو زدن مثلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردن، این جزء گناهان کبیره میشه. گناه کبیره رو انسان باید ازش توبه بکند، یعنی صادقانه توبه بکند، به این معنی که از گذشته پشیمان بشود، این کار رو ترک بکند و تصمیم بگیرد که من از این به بعد این کار رو انجام نمیدهم. اما برای گناهان صغیره همین کافی است، همین نماز و روزه و زکات و حج و کارهای خیری که شما انجام میدهید، این در واقع کفاره گناهان صغیره هست و گناهان کبیره رو باید انسان توبه بکنه. توسل به پیامبران و پیر و اولیاء جایز هست یا جایز نیست؟ ببینید، برمیگرده به این که شما منظورتون از توسل چی هست، که توسل جایز هست یا توسل جایز نیست. در شریعت اسلامی اصل توسل هست، وابتغوا الیه الوسیله، این هیچ گونه جای اشکالی نداره. وسیله طلب کردن، توسل کردن در شریعت اسلامی جایز هست، اما اون چیزی رو که ما به اون متوسل میشیم باید ثابت بشود، الله و رسول گفته باشند که این برای شما وسیله هست، وسیله بودنش باید ثابت بشود. تا زمانی که وسیله بودنش ثابت نیست، خب این یک امر غیبی هست، یک امر شرعی هست. ما از کجا میدونیم که فلان چیز برای ما وسیله هست یا وسیله نیست؟ مگر این که دلیلی از قرآن و سنت داشته باشه. توسل کردن، این که شما توسل بکنید به رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب معنیش چی هست که شما توسل میکنید به رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ اگر معنیش این هست که منظور شما از توسل این باشه که پروردگارا من پیامبر تو را دوست دارم، من پیامبر تو را دوست دارم، پروردگارا به خاطر محبتی که من با پیامبر تو دارم فلان مشکل من رو حل بفرما، هیچ اشکالی نداره، جایز هست. پروردگارا به خاطر این که من پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم فلان مشکل من رو حل بفرما، هیچ اشکالی نداره. پروردگارا چون که من امت رسول الله و محبوب تو هستم فلان مشکل من رو حل بفرما، هیچ گونه اشکالی نداره. این توسل جایزی هست. اما این که بگید که مثلا به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب یعنی چی به خاطر رسول الله؟ خب شما باید به یک کاری توسل بکنید که خودتون در اون نقشی داشته باشید. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان امام و فلان مجتهد به طور مثال نزد الله متعال مثلا جایگاه مقامی داره، خب چه ربطی به شما داره؟ شما وقتی که توسل میکنید باید به یک کاری توسل بکنید که خودتون در آن نقشی داشته باشید. توسل به ایمان جایز هست. پروردگارا چون که من ایمان دارم به پیامبر تو فلان حاجت من را روا بدار. توسل به نام الله متعال، توسل به صفات الله متعال، توسل به اعمال خیر شما که انجام میدید، این جایز هست. اما توسل به مردگان خب هیچ نفی برای شما نداره. توسل به جاه و مقام فلان پیامبر، خب این هیچ ربطی به شما نداره. اینا جز مواردی هست که جایز نیست. به این خاطر است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بود از ایشون توسل میکردند به ایشون، یعنی به دعای ایشون میرفتن پیش ایشون دعا میگفتند که یا رسول الله برای ما فلان این دعا رو انجام بده. مانند چی؟ مانند دعای معروف استسقا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی منبر بود، یکی از بیرون اومد که یا رسول الله استسق لنا، برای ما طلب باران بکن. خب الله متعال طلب باران میکرد برایشون و باران هم بارید. و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتند که دعا کردند که پروردگارا ما در زمان حیات پیامبر به ایشان متوسل میشدیم و بعد از وفاتش متوسل میشیم به عموی رسول الله، یعنی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه. یعنی چی؟ اگر واقعا الان شما مقایسه بکنید بین حضرت عباس و رسول الله صلی الله علیه وسلم کدوم مقام بالاتری رو دارن؟ قطعا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقامش بالاتر است. چرا توسل به رسول الله رو ترک کردن و به عباس متوسل شدن؟ اونم توسل به عباس یعنی توسل به دعای عباس. حضرت عمر رضی الله تعالی فرمود که قم فدع الله لنا، بلند بشو برای ما دعا بکن. توسل به دعای یک انسان زنده در حالت حیاتش
جایز هست شما برید پیش هر کسی، فلان مولانا و فلان شیخ، بگه که برای ما دعای خیر بکن. برید پیش پیرزنی، برید پیش مادر بزرگتون، پدر بزرگتون، بگه که برای ما دعای خیر بکن که الله متعال ما رو عاقبت به خیر بکن. هیچ اشکالی نداره. این توسل به دعای زنده هست. اما کسی که مرده، اون به صورت کلی از شما بیخبر هست، هیچ گونه ارتباطی با شما نداره، هیچ گونه پاسخی رو به شما نمیده. پس بنابراین ندا کردن اون، صدا کردن اون که فلانی مشکل من حل بکن، این شرکه. توسل به اون هم از نظر شرعی جایز نیست، زیرا که وسیله بودنش هم از نظر شرعی ثابت نشده. اما مواردی که توسل ثابت هست، اون یک بحث کاملا جداگانه هست. اسم محمد نبی بله جایز هست، اشکالی نداره. این اسم فلان شخصه که شما گفتی این اسمش محمد نبی هست، منظورتون این نیست که این دیگه پیامبر الله متعال است. پس بنابراین نامش چه به عنوان نام تنها باشه تک که بذارید محمد، یا محمد نبی، محمد رسول، این از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. نگهداری گربه در خانه هیچ مشکلی ندارد. نه، اگر شما در منزل بخواید مثلا گربه ای رو یعنی پرورش بدید، نگه دارید، هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انها من الطوافین علیکم و الطوافات. گربه ای که حیوانی هست که اصلا بدون اجازه شما در منزل شما هست، رفت و آمد داره و هیچ گونه اشکالی نداره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو گرفتن و یک گربه اومد و رسول الله صلی الله علیه وسلم این کاسه رو کج کردن براش که آب بخوره، یعنی این که نجس هم نیست، هیچ گونه اشکالی نداره. و همچنین نگه داشتن بقیه موارد، حیوانات دیگری که هستن، پرندگانی، کسی اگر خواسته باشه نگهداری بکنه، از نظر شرعی جایز هست، اشکالی نداره. و همچنین نگهداری سگی که برای حفاظت باشه، برای صید باشه، به اصطلاح گله باشه، این مورد از نظر شرعی جایز هست. اما بدون دلیل نگه داشتن سگ در این مورد استثناء هست، جایز نیست، مگر سگی که برای شکار باشه یا برای به اصطلاح حفظ گله یا حفاظت خانه باشه. حکم خالکوبی عرض کردم که از نظر شرعی حرام هست، جایز نیست. لیزر گناه نه، لیزر گناه نیست، جایز هست، هم برای مرد و هم برای زن از نظر شرعی جایز هست. منتها بحث لیزر کردن مثلا از نظر شرعی در صورتی که نیازی نباشه، مورد یک فرد دیگر فرقی نمیکنه، اشکال در اون صورت اشکال نداره. اما به صورت عام و کل بازی پابجی، ببینید شما هر بازی را، من یک قاعده میدم به شما، هر بازی که در آن توهین به مقدسات باشه، توهین به الله باشه، به طور مثال احترام و تعظیم کردن به صلیب باشد، احترام و تعظیم کردن به بت باشه، این بازی حرامه. هر بازی که مشروط باشه، یعنی در اون نوع قماربازی باشه، این بازی حرامه. بازی که منجر به این بشود که شما فرضی از فرایض الهی رو، حکمی از احکام شرعی رو، حقوقی از حقوق شرعی رو به اصطلاح ترک بکنید یا کوتاهی بکنید در این حقوق خودتون، این دیگه در واقع در دایره حرام شمرده میشه. یعنی چی؟ که حقوق رو به اصطلاح ضایع بشه. به طور مثال آقا نشسته در خونه، هیچ کاری رو انجام نمیده، از اون طرف مثلا نون نیست تو خونه، خرجی ندارن، این نشسته فقط تمام وقتش داره بازی میکنه، پابجی، الان هر بازی دیگری. خب شما با این بازی دارید یک حقوق شرعی رو ضایع میکنید، حق زن و فرزند رو ضایع کردید. یا این که وقت نماز هست و شما چسبیدید به بازی، خب با این بازی شما دیگه یک فرض شرعی رو در واقع نادیده گرفتید، این میشود حرام. اما بازی در صورتی که این گونه ممنوعیت و محظوریت ها رو نداشته باشند حرام نیست، در حد سرگرمی و در حد ترفیه حرام نیست.
زیارت قبرستان رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه فرمودند کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مرحله منع کردن از زیارت قبور، زیرا که به اصطلاح کارهای ناجایزی رو به اصطلاح عادت شده بود، مرسوم شده بود که انجام میدادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این که از این مرحله عبور بکنن فرمودند که کسی حق نداره که به زیارت قبرستان برود. بعد از این که مردم احکام شرعی رو فرا گرفتن، حکم توحید رو فرا گرفتن، بین بدعت و سنت و شرک و توحید تفاوت قائل شدند و احکام اسلامی رو یاد گرفتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الا فزوروها، به زیارت قبرستان بروید. به چه دلیل؟ انها تذکرکم الاخره، زیرا که زیارت قبرستان شما رو به یاد آخرت خودتان میاندازد و سبب می شود که برای کار خیر شما در واقع سبقت بگیرید و به آخرت خودتون بیشتر اهمیت بدید. پس بنابراین جزء سنت ها هست زیارت قبرستان. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه به زیارت بقیع می رفتن. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که همیشه وقتی که نوبت من بود رسول الله صلی الله علیه و سلم آخر شبش می رفتن یک سری می زدن به قبرستان بقیع و دعا می کردن برای مردگان. پس بنابراین زیارت قبرستان از نظر شرعی جایز هست و سنت هست، منتها زمان خاصی رو نداره که شما حتما مشخص بکنید که باید عصر جمعه و شب جمعه، عصر پنجشنبه به طور مثال و شب جمعه باید برید به زیارت قبرستان، یا روز عید باید برید حتما قبرستان رو زیارت بکنید. نه، چون این چیزی وجود نداره، اینا بدعت هست. اما به صورت کلی عرض کردم که هدف از زیارت قبور این است که شما برای خودتون تذکر بگیرید، خودتون پند بپذیرید، یا اینکه در ضمن هم دعا بکنید برای مردگان، و اگر نه دعای برای مرده از هر جا که شما باشید میتوانید دعا بکنید. و مسئله دیگر این که آیا برای زنان جایز هست که به زیارت قبرستان بروند یا خیر؟ بنابر همین روایتی که عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که کنت نهیتکم عن زیارت القبور، من شما رو از زیارت قبرها منع کرده بودم. ما در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم روایتی رو که منع کرده باشه از زیارت قبور نداریم، جز همین روایتی رو که برای زنان هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لعن الله زوارات القبور، الله متعال نفرین بکنه زنانی را که به زیارت قبرستان میرند. پس بنابراین این در واقع یکی از نهی‌هایی هست که در این زمینه آمده. و این حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره، الان به زیارت قبرها بروید زیرا که شما رو به یاد آخرت میاندازد. خب همون گونه که مرد نیاز به تذکر آخرت داره، نیاز به پندپذیری داره، نیاز داره که دل و قلبش نرم بشود، زن هم نیاز داره. پس بنابراین برای زن هم از نظر شرعی جایز هست که به زیارت قبرستان برود، منتها به شرط این که به اصطلاح گریه نکند و آه و ناله نکند سر قبرستان، منجر به اختلاط با نامحرم نشود و فتنه دیگری وجود نداشته باشد، از نظر شرعی جایز هست. قطع رابطه با فامیل از نظر شرعی جایز نیست مگر برای مصلحت دینی. اگر مصلحت دینی برای خود شما داشته باشه میتونید که بسیار رابطه‌تون رو قطع بکنید و رابطه‌تون از دور باشه. اما تا زمانی که یک مصلحت دینی نباشه قطع رابطه با خویشاوندان از نظر شرعی جایز نیست. شیر بچه کوچکی که به اصطلاح تازه شیر خورده و استفراغ بکند نجس نیست، خصوصا شیری که تازه خورده. یعنی اصل این بر این است که خود انسان به صورت کلی، الان زن و مرد تفاوتی نداره، آب دهنش مثلا آب دهن انسان، عرق انسان از نظر شرعی پاک هست، ولو این که انسان جنوب باشه، ولو این که زن در حالت عادت ماهیانه باشه، اما باز هم به اصطلاح عرقش، آب دهانش اینا پاک هستن، من جمله شیرش اینا پاک هستن، هیچ گونه نجاستی نیست. و فرزندی که کودکی که تازه شیر خورده
و فوری مثلا اینو دوباره برگردونده استفراغ کرده روی لباس مادر میریزه، این دیگه نجس نیست. یعنی صرفا این که داخل شکم کودک رفت دوباره بیرون آمد این نجس نیست، مگر در صورتی که به اصطلاح مانده باشه، تغییر شکل داشته باشه، تغییر به اصطلاح بویش عوض شده باشه، اون یک بحث کاملا جداگانه‌ای هست. اما این که فوری وقتی که شیر خورده دوباره بالا آورده، این دیگه در واقع جز موارد نجس شمرده نمیشه و با اون لباس میشه که نماز خواند. نماز صبح قضا بشه یا هر نمازی که قضا بشه باید در اول وقت اون رو بخونید، یعنی در اولین فرصت اون رو باید شما بخونید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اذا نام احدکم عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کسی از شما خواب افتاد از نمازی، خواب افتاد وقت نماز، خواب که در اختیار انسان نیست، خوابش برده کسی را، یا اینکه فراموش کرد، اینقدر مشغول و منهمک در کاری بود که نتونست که نمازش رو انجام بده، یعنی فراموش کرد اصلا که نماز نخونده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر وقتی که به یادش اومد اون نماز را فوری بخونه. شما نماز صبح رو قضا شده، لازم نیست که این رو صبر بکنید تا نماز ظهر، یا نماز ظهرتون قضا شده صبر نکنید تا نماز عصر که در اون وقت بخونید، یا صبر بکنید برای فردا همین وقت. نه، در اولین فرصت به محض اینکه یادتون اومد که نماز رو نخوندید یا از خواب بیدار شدید و متوجه شدید که نماز به اصطلاح فوت شده، باید در اولین فرصت نماز رو به جا بیاورید. ازدواج سنی با شیعه، ببینید تفاوت فرهنگی و تفاوت دینی و عقیدتی در میان شیعه و سنی زیاد هست. کسانی که ازدواج کردن هم از نظر احکام فقهی و هم از نظر احکام عقیدتی هم خودشون دچار مشکل شدن و هم فرزندانشون فردا دچار مشکل میشوند که با چه عقیده‌ای با چه دینی در واقع بزرگ بشوند. و من توصیه نمی کنم در صورتی که این همه تفاوت دینی و فرهنگی و عقیدتی و عملی وجود داشته باشه، به هیچ عنوان به صلاح شما نیست که به چنین ازدواجی تن در بدید. نماز تهجد تعداد رکعات خاصی نداره. نماز تهجد به صورت کلی به نمازی گفته می شود که در شب خوانده بشود. نمازی که در شب خوانده بشود این نماز تهجد هست، نماز شب. الان بعد از نماز عشا وقت نماز تهجد شروع میشه تا فجر، تا زمانی که اذان فجر دمیده میشه، این وقت نماز تهجد هست. اگر خوابیدید و بلند شدید بعدش در آخر شب، یک سوم آخر شب نماز خوندید، این بهترین صورتش هست. اما اگر کسی بیدار بود بعد از نماز عشا هم بود، بعد از ساعت 12 بود یا تا وقت قبل از نماز فجر بود نماز خوند، این نماز را بدون این که شما نیتی داشته باشید که این نماز مثلا تهجد هست، خود این که چون که در شب این نماز را خواندید، این می شود نماز شب، نماز تهجد. نماز تهجد یعنی نمازی که بعد از بیدار شدن، یعنی هجعت به معنی خواب هست، یعنی شما در اول شب یه مقدار خوابیدید و بعدش بلند شدید و نماز خوندید، بی خاطر اسمش رو گذاشتن نماز تهجد. نماز تهجد بگید، نماز قیام اللیل بگید، یا همون نمازی که خاصی قیام اللیل یا نماز تهجد نداره، حداقلش 2 رکعت هست و بیشتر از آن هر چی که شما توانایی داشته باشید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتشون این بوده که 8 رکعت میخوندن و 3 رکعت وتر هم میخوندن معمولا، و شما 2 رکعت بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، نفرمودند که نماز شب 8 رکعته، فقط گفتند که شما 2 رکعت بخوانید، یعنی هر چی مقداری که توانستید بخوانید. استفاده از رنگ برای رنگ مو، استفاده کردن از رنگ مو هم برای مرد جایز هست هم برای زن جایز هست. خضاب و رنگ مو جایز هست هم برای مرد و هم برای زن. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. رنگ سیاه را برخی از علما و اکثریت علما عرض بکنم اینو جایز نمیدونن، بنابر روایتی که در این زمینه هست در صحیح مسلم هست، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم
پدر ابو قحافه رو نزدیشون آوردند و پدر ابو بکر صدیق رو، ابو قحافه رو وقتی که آوردن محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم، سرشون سفید بود که ثقامه در روایت اومده که مانند ثقامه یک بوته هست که گل سفید رنگی رو داره، کامل رنگش سفید هست. در زبان فارسی من نمیدونم که چی میگن، زبان بلوچی خودمان یا در محلی بلوچی میگن دولک، یعنی کاملا سفید بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که غیرو، یعنی فرمودند که این موی غیرو هذا الشیب، این شیب را، این موی سفیدش رو تغییر بدین و جنبوا السواد یا اجتنبوا السواد، منتها از رنگ سیاه شما استفاده یعنی پرهیز بکنید. همین جمله آخرش که اجتنبوا السواد که از رنگ سیاه استفاده بکنید، از این جمله بسیاری از علما، کسانی که معتقد به حرمت رنگ سیاه هستند، از این جمله استفاده میکنند. منتها این جمله بنابر تحقیق برخی از محدثین جزء حدیث نیست، یعنی مدرج هست، در حدیث اضافه شده، یعنی قول راوی هست، قول رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. وقتی که مدرج باشه پس بنابراین رنگ سیاه هم از نظر شرعی اشکالی نداره. نظر بنده در این زمینه این است که حتی رنگ سیاه هم اشکالی نداره و این حدیث دلالت بر حرمت نمی کنه. ببینید ما در این حدیث دو تا امر داریم. در حدیث مثلا وقتی که در یک حدیثی، در یک سیاقی ما یک امر داشته باشیم و یک نهی داشته باشیم، یک امر داشته باشیم و یک نهی داشته باشیم، این امر و نهی هر دوتا برابرند، یعنی در یک حدی هستند. یعنی حکمی که از این دوتا ثابت میشه هر دوتا باید در یک حدی باشه. نمیشه که یکی رو مثلا حمل بکنیم بر مستحب استحباب بودن و یکی رو حمل بکنیم بر وجوب یا حرمت، چون این چیزی امکان پذیر نیست. هر دوتا در یک سیاقی اومدن، در یک جای اومدن. در ابتدای حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن غیروا هذا الشیب، دستوره این رنگ سفید رو تغییر بدید، و در ادامه فرمودند واجتنبوا السواد، از رنگ سیاه پرهیز بکنید. یک امری آمده، یک نهی آمده. اصل بر این هست که امر برای وجوب هست و نهی برای حرمت هست. خب در اینجا ما یک امر داریم و یک نهی داریم. اگر شما نهی رو برای حرمت میگیرید، پس بنابراین باید امر رو هم برای وجوب بگیرید، یعنی در یک حدی باشن. و هیچ کسی از علما معتقد نیست که واجب هست که موی سفید رو شما رنگ دیگری به اصطلاح تغییر بدید. پس بنابراین این روایت دلالت بر حرمت نمی کند. اگر دلالتی هم این نهی ثابت هم شده باشه، اجتنبوا السواد ثابت هم شده باشه، پس بنابراین این نهی برای کراهت تنزیهی هست، نه برای حرمت. متاسفانه شارژ گوشی من هم دیگه روی به پایان هست. کار رنگ مو از نظر شرعی اشکالی نداره. کار مو از نظر شرعی برای کسی که آرایشگاه داره، رنگ مو داره، این از نظر شرعی اشکالی نداره. سقط جنین در صورتی که به اصطلاح نیازی باشه با آن، یعنی به این معنی که برای خود جنین مثلا مشکلی داشته باشه یا برای مادر مشکلی داشته باشه، از نظر شرعی مجاز هست، گناهی نداره، در صورتی که یک ضرورت شرعی ایجاب بکند. اصلاح موی دست و پا جای دیگه. شارژ گوشی هم که به پایان رسیده، یا این که یک لحظه عاشقی کردن گناه هست یا خیر؟ عاشقی کردن با کی؟ با چه کسی؟ اگر منظورتون عاشقی با همسرتون هست، خب دیگه این حق همسر هست که زن عاشق شوهرش باشه و شوهرم عاشق زنش باشه.
عشق ورزیدن به یک فرد بیگانه‌ای که به اون نمیرسی و منجر میشه که زندگی خودتون در واقع خراب بشه، این عشق حرامی هست و جایز نیست. و عشقی که برای همسر باشه، عشقی که به اصطلاح بین دو نفر هست که برای همدیگه حلال هستند، این از نظر شرعی نه تنها این که حرام نیست، بلکه جزء شاید به اصطلاح مواردی باشه که در زندگی زن و شوهر لازم هست. دایرکت متاسفانه عرض کنم یا خوشبختانه عرض بکنم، یعنی تعداد سوالات یعنی واقعا بسیار زیاد هست. یعنی امکان نداره که یعنی من اگر تمام وقت 24 ساعت خودم رو هم برای پاسخگویی برای شما عزیزان بگذارم، کاش که میتونستم این کار رو بکنم، بازم کفایت نمیکنه. اما در حد توان بنده در خدمت شما هستم و شما رو انشالله، یعنی خصوصا سوالاتی رو که به اصطلاح یعنی خیلی از سوالات پاسخ داده شده در پیج هست یا در یوتیوب هست، در کانال تلگرام هست. شما یه زحمتی رو به خودتون بدید، اگر سوالتون رو نیافتید دوباره سوال بکنید. و بسیاری از دوستان گلایه دارند که شما سوالات تکراری رو جواب میدید دیگه. به این خاطر است که یعنی عرض کردم که سعی میشه که سوالاتی که تازه تر باشه و جدید باشه و تکرار نشده اونا بیشتر یعنی به اونها برسیم. و در ضمن یعنی به همه سوالات یعنی در حد توان یعنی جواب داده میشه، اما واقعا وقت میبره. عروسی در محرم حرام هست؟ نه، در محرم و در هیچ ماهی عروسی حرام نیست. ما اساسا یعنی در شریعت اسلامی ما چیزی رو به عنوان این که کسی عزادار باشه که یک کاری رو نتونه انجام بده، ما چنین کاری رو نداریم. مگر ما اهل بیت رسول الله، مردم فکر میکنند که محرم به خاطر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه است. اصل روزه گرفتن حضرت ماه به اصطلاح روز عاشورا و محرم به خاطر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نیست. قبل از ایشان، قبل از ولادتشون، رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از این که به اصطلاح به مدینه تشریف بردند این روز رو روزه میگرفتن. هیچ ارتباطی با حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نداره. و بالفرض که در این ماه مثلا در ماه محرم عروسی جایز نباشه، من از شما سوال میکنم که خب در ماهای دیگر سال چی؟ در ماهی که خود حضرت علی از دنیا رفته ازدواج در اون جایزه؟ در ماهی که حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسی کاظم و جواد و بقیه ائمه مگی، خب در هر ماهی رو که شما حساب بکنید یک از این بزرگواران وفات کردن، در ماهی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون وفات کرده. اگر قرار باشه به خاطر این که در این ماه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید شده، پس بنابراین باید در ماه محرم و صفر نمیدونم باید ازدواج و شادی و نمیدونم همبستری حرام باشه، خب رسول الله که اولاتره، پدر حضرت حسین که اولاتره برای این حکم، پس در تمام سال باید حرام بشه. این واقعا یک تفکری هست که یعنی میخواد انسان رو از دین دور بکنه. دین اسلام سخت نیست، دین اسلام آسانه. از یک طرف من تعجب میکنم بعضی از مردم گیر دادند که شما میگید که فلان چیز حرام، فلان چیز حرام، فلان چیز حرام. خب اینایی که حرام هست در قرآن و سنت اومده ما میگیم حرامه، اما اینی که نیومده شما دارید حرام میکنید. ما میگیم حلال جایز هست و خیلی از ذهن میگن نه کی گفته جایز هست؟ خب این هم دارید که همین که جایز هست خود شما هم دارید اصلا حرامش میکنید. در واقع نه، اگر قرار با این باشه که به خاطر امام حسین باید ازدواج تعطیل بشه، خب به خاطر حضرت علی هم باید تعطیل بشه، به خاطر حضرت حسن هم تعطیل بشه، به خاطر زین العابدین و جعفر و باقر و کاظم و جواد و بقیه هم باید تعطیل بشه. خب کلا زندگی رو تعطیل بکنید دیگه. دین اسلام سخت نیست، این ما این که بر خودمون سخت گرفتیم. سجده سهو فرق نمیکنه، هم برای نماز فرض هست و هم برای نماز نفل. و اساسا اسباب سجده سهو 3 چیز هستند.
اسباب وجوب سجده سهو 3 چیز هستن. این که شما از نماز یک چیزی رو کم بکنید، یکی از واجبات نماز رو، اگر شما به اصطلاح یکی از ارکان نماز رو کم کردید، خب نماز باطل میشه. اما اگر یکی از واجبات و موارد بود اگر اینو کم کردید، در این صورت جبران میشه با سجده سهو. کم کردن یک چیزی، اضافه کردن یک چیزی در نماز، به طور مثال شما یک رکعت اضافه خوندین، یا این که این دو مورد کم کردن، اضافه کردن، یا در صورتی که شما مثلا شک دارید. کم کردن یعنی چی؟ کم کردن یعنی این که شما نماز 4 رکعتی هست، فرض بکنید که در قعده اولی ننشستید، بلند شدید به رکعت سوم، به رکعت سوم بلند شدید. خب در اینجا چیکار کردید؟ یک قعده رو از نماز شما کم کردید. عرض کردم که اگر رکنی کم بشه که نماز باطل میشه، اما اگر که به اصطلاح غیر از رکن باشه که همین بحث سجده سهو هست. یا اینکه یک چیزی رو اضافه کردید، یک چیزی رو اضافه کردید، به طور مثال یک رکعت اضافه خوندید، یا فرض کن که یک تحیات دیگه اضافه نشستید، یعنی بعد از رکعت اول یا بعد از رکعت سوم فرض بکنید که اشتباهی مثلا یک تحیات نشستید. یا در صورتی که شما شک کردید در نماز، اضافه کردن، کم کردن یک چیزی، شک و تردید در نماز، این 3 چیز موجبات به اصطلاح سجده سهو در نماز هستند. ولی عرض کردم حجم دادن لب در صورتی که نیازی به آن نباشه، یعنی برای رفع عیب نباشه، از نظر شرعی جایز نیست. یعنی تغییر خلقت هست، شما دارید با لب و لوچه خودتون بازی میکنید. اما اگر به خاطر رفع یک عیبی باشه، به طور مثال یک جایی مثلا پوستش از بین رفته باشه، گوشتش مثلا کم شده باشه و یک نوع گودی مثلا داشته باشه، هموار نباشه، یا بر اثر حادثه‌ای مثلا اشکالی به وجود بیاد، این یک بحث کاملا جداگانه هست. بله، در حالت جنابت جایز هست که زن به نوزاد شیر بده. شیر دادن در حالت جنابت اشکالی نداره، همون گونه که شیر دادن در حالت عادت ماهیانه هیچ گونه اشکالی نداره، کاملا جایز است، نه اشکالی داره، نه کراهتی داره و نه گناهی داره. شیره و تریاک کشیدن و تمام مواد مخدر از نظر شرعی حرام هست، جایز نیست. نماز سنت ادا نشود، شما خودتون رو از ثواب محروم کردید، گناهی نداره. تعریف سنت این است که اگر کسی انجام بدهد به اصطلاح ثواب میبرد، اگر انجام نداد گناهی برگردنش نیست. نمازهای سنت را خواندی، ثواب بیشتری به شما میرسد، سبب میشود که نماز فرض شما کاملتر بشود. نخواندید، این فضیلت رو از دست دادید، گناهکار نیستید. نگاه کردن فیلم های پورن یا غیر اخلاقی از نظر شرعی حرامه. نگاه کردن به عورت یک انسانی به صورت کلی، نه تنها اینکه در حال به اصطلاح عمل زناشویی باشه، حتی نگاه به نامحرم، نگاه به عورت دیگران از نظر شرعی حرامه، چه برسه که در حالت به اصطلاح عمل زناشویی باشه. نماز مسافرت 2 رکعت هست. نماز مسافرت 2 رکعت هست، یعنی در اصل نماز وقتی که فرض شده 2 رکعت فرض شده. یعنی نماز ظهر هم در اول 2 رکعت بوده، نماز عصر و عشا هم 2 رکعت بوده، بعداً در حالت سفر به همون حالت اصلی باقی مانده. یعنی در حالت سفر به همون حالت اصلی باقی مانده و در حالت حضر و در حالت اقامت اضافه شده. نماز ظهر و نماز عصر و عشا در واقع اضافه شده و بقیه در اصل همون 2 رکعت بوده. الان وقتی که شما به سفر میروید در واقع به همون اصل برگشتید، این نماز را قصر میکنید، یعنی به همون اصلی که بوده به همون اصل برمیگردید. نماز 2 رکعتی رو شما باید، نماز 4 رکعتی رو باید 2 رکعت بخونید. نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونید. 2 رکعت که خونون 2 رکعت هست و نماز مغرب که 3 رکعت هست، اما سر جای خودش هست. اما نماز 4 رکعتی 2 رکعت خونده میشه. در چه وقتی؟ بعد از این که شما از شهر خارج شدید. شما هدفتون این است که بروید مسافرت و مسافرت شما بالای 80 کیلومتر هست. بالای 80 کیلومتر، حدوداً یک
مسافت تقریبی هست. شما سفر رفتید، بعد از این که از شهر خارج شدید، بعد از آن دیگه نماز رو باید به صورت قصر بخوانید و اگر خواسته باشید می توانید هم که جمع بخوانید، هم قصر و هم جمع. جمع یعنی چی؟ جمع یعنی این که نماز ظهر و عصر رو شما با هم بخوانید در یک وقت، جمع تقدیم یا جمع تأخیر، این هر دو تا نماز رو در وقت نماز ظهر بخوانید یا ظهر و عصر رو در وقت عصر بخوانید. نماز مغرب و عشا را هر دوتا رو در وقت مغرب بخوانید یا تأخیر بیندازید در آخر وقت نماز مغرب و عشا رو با هم بخوانید. این از نظر شرعی جایز هست. نقاشی کردن به اصطلاح حیوان ذی‌روح آدم باشه، سرش به صورت یعنی کاملا واضح باشه، این از نظر شرعی حرام هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یعنی جز کسانی هستند که بیشترین عذاب رو در روز قیامت دارند، زیرا که یک نوع تشابهی با خلقت الله متعال در واقع دارند یعنی اظهار میکنند و در قیامت به اینا گفته می شود که میان دو تا جو رو گره بزنند. در روایت اومده یکی از عذابهایی که در این اومده که دو تا جو رو به هم دیگه گره بزنند، یعنی کاری رو که نمیتوانند انجام بدن مجبورند هم که انجامش بدن. این در واقع یکی از نوع عذابهایی است که برای این فرد در روز قیامت اومده. اگر زن از دنیا فوت بمیرد یا بدون به اصطلاح یا زن یا مرد از دنیا برد بدون حق پهلی، الان این حق پهلی یعنی لازم نیست که انسان حتما در آخر اون بگه که حق خودت رو پهل بکن، به قول معروف منو معاف بکن، حلالی بهتره. یعنی معمولا این گونه هست که زن و شوهر بر همدیگر حقشون رو یعنی بر همدیگر بخشیدن، خصوصا اونایی که با همدیگه با همند یعنی مشکلی نداشته باشن. الان مواردی که ظلم شده و از همدیگه جدا شدند و بر همدیگر به اصطلاح حقی دارند که نمیخوان ببخشن، یعنی بحث جداگانی هست. وگرنه در طبیعتاً یعنی چنین چیزی وجود نداره که حتما باید حق پهلی صورت بگیره، معافی صورت بگیره. اگر کسی بدون معافی از دنیا رفت در اون دنیا به اصطلاح گناهکاره نه. معمولا این گونه از وقتی که زن جلوتر میمیرد شوهر اونو میبخشه، اگر شوهر اول میمیرد زن به اصطلاح اون رو معاف میکنه و اصل حقوق برای تسامح هست. یعنی در زندگی زناشویی اساسش بر همون تسامح و بزرگواری و بخشیدن هست. معاملات اسلحه جنگی مثل کلاش و بقیه حکمش چیه؟ در زمانی که زمان فتنه باشه جایز نیست. شما میدونید اگر من این اسلحه رو بفروشم، این فردی که اومده اسلحه مثلا میخره برای راهزنی میخره، برای این میخره که مثلا بره یک فرد بیگناهی رو مثلا بکشه، زمان هرج مرج هست، قتل و غارت هست. در این صورت این در واقع جایز نیست. در خونه ای که عکس باشد نماز قبوله اما نماز مکروهه. مکروه هست یعنی چی؟ یعنی از ثواب نماز کاسته میشه. ببینید بعضی از اعمال هستند که اینا سبب میشن که ثواب نماز کم بشه. به طور مثال این که شما در نماز این طرف و اون طرف نگاه بکنید، نگاهت این طرف باشه اون طرف باشه، انسان حضور قلب نداشته باشه، در هنگام نماز دست و پا بزنه، خیلی حرکت بکنه، یا این که به طور مثال عکسی باشه، حیوانی باشه، اینا جزء مواردی هست که ثواب رو یعنی کراهیت داره در نماز و سبب کم شدن تأثیر نماز و کم شدن ثواب نماز میشه. منتها کسی که نماز خوند نمازش قبول هست، یعنی این که فرض از گردنش ادا شده. حکم عمل بینی برای کسی که مشکل تنفسی داشته باشه اشکال نداره، جایز هست. عرض کردم که اگر برای رفع عیب باشه اشکال نداره و جایز هست. بله این معنیش این نیست که بالفرض اگر کسی در حالت عده هست یعنی هیچ کسی نباید اون رو ببینه، اگر ببینه گناهکاره. اساساً بحث به محرم و نامحرم که برای عدت نیست، برای همیشه وقت هست. اما اگر در کسی در حالت عدت بود، الان یک مرد نامحرم او رو دید، گناهکار نمیشود. یعنی که بگیم که نه چون که این مرد اون رو دیده پس بنابراین و چون که در عدت بوده گناهکار بوده. عرض کردم که اساساً نگاه به نامحرم جایز نیست، چه در عده و چه در غیر عده. اما این که اینو اختصاص بدید در حالت عده،
این هیچ گونه دلیلی نداره و دلیلی بر گناهکار بودن که چون که در عده بوده چنین چیزی وجود نداره. به خاطر ازدواج عمل بینی که به خاطر ازدواج نیست. عرض کردم که اگر مشکلی داشته باشه، واقعا عیبی داشته باشه، یه بحث جداگانه هست. اما به خاطر بازی کردن با به اصطلاح بینی بدون اینکه هیچ گونه مشکلی داشته باشه، الان چون که مد شده، کار عاقلانه ای نیست. میگه این فتوای شما هست یا نظر اسلام هست؟ خب من دارم از روی دین اسلام، از روی قرآن، از روی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم این مطالب رو عرض کنم. من خودم هیچ کسی حق نداره در دین اسلام یک چیزی رو، حکمی رو از خودش بگه، حکمی رو که در قرآن نیست، حکمی رو که در سنت نیست، حکمی رو که هیچ کدام از ائمه نگفتن. هیچ کسی حق نداره که از جانب خودش حکمی رو بیان بکنه. وقتی که یک عالمی، یک مجتهدی، یک امامی حکمی رو بیان میکنه، بنابر استدلال از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. دختر 10 ساله بدون حجاب، کسی که به اصطلاح برای زن بعد از این که به سن تکلیف رسید و به سن بلوغ رسید، حکم زن رو داره، باید اون موارد شرعی رو مراعات بکنه، بحث حجاب و بقیه عبادات شرعی رو. قبل از این انسان مکلف نیست. من سوپرمارکتی که مواد حلال میفروشه از نظر شرعی کار کردن در اون هم هیچ گونه اشکالی نداره. برای کسی که مذهبش رو از شیعه به سنی تغییر بده چه کار بکنه؟ هیچ کاری نبکنه. هیچ کاری رو لازم نیست انجام بده. خود همین که تغییر مذهب داده، تغییر مذهب یعنی چی؟ خب ببینیم مذهب شیعه به طور مثال چه چیزهایی جزء نمادهای مذهب شیعه هستن. وقتی که شما به آن معتقد نباشید، خود به خود میشوید اهل سنت و الجماعت. وقتی که شما به معتقد به امامت منسوسه نباشید که من 12 امام منسوس من جانب الله، مثلا شما بگید من قبول ندارم. وقتی که شما بگید که من مهدی رو به عنوان این که الان زنده هست و یه امام 12 هست به طور مثال من قبولش ندارم، یا این که من مثل شیعه نماز نمیخونم، یا من حکم خمس رو مثلا قبول ندارم، من متعه رو مثلا قبول ندارم. خب وقتی که شما اینا رو قبول نداشته باشی، خود به خود برمیگردید به اهل سنت و الجماعت. و اهل سنت و الجماعت بودن معنیش این است که پیرو قرآن و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید و احکام فقهی رو، نماز و روزه و زکات و حج و بقیه رو طبق اجتهاد و احکام شرعی که از قرآن و سنت هست بر مذهب اهل سنت و الجماعت بر اون عمل بکنید. لازم نیست که مثلا الان شیعه ها اینو رواج دادن، کسی که میخواد شیعه بشه باید شهادتین به اصطلاح نه شهادتین رو بلکه شهادت ثالثه رو بگید. خب اهل سنت و الجماعت مگر قبول ندارند که علی ولی الله هست؟ ما اهل سنت و الجماعت علی رو ولی الله میدونیم، بلکه از بزرگترین اولیاء الله میدونیم. اما شیعه اینو مرسوم کردن اگر کسی میخواد شیعه بشه باید بگه که اشهد ان علی ولی الله. ما چیزی رو نداریم که وقتی که میخواد سنی بشه باید بگه اشهد ان فلان مثلا. نه، همین که شما بدعات رو ترک بکنید، خرافات رو ترک بکنید، اون عقاید غیر مستند و غیر صحیح رو ترک بکنید، این در واقع یعنی این که برگشتید به عقیده و دین صحیح. حکم پدری که دائم در حال فحاشی هست. این فحش و ناسزا گفتن این اخلاق مؤمن نیست، اخلاق مسلمان نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسان مسلمان فحاش و بدگو و ناسزاگو نیست. این جزء اخلاق بسیار غیر اسلامی هست و هر گونه بی حرمتی که انسان به فرد دیگری که میکند لعن و نفرین باشه، فحش و ناسزا باشه یا از نظر عملی به اصطلاح یعنی آزار و اذیتی رو برای کسی دیگه داشته باشه، از نظر شرعی در روز قیامت مسئول هست. و روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که
اتدرون من المفلس، میدونید که مفلس کی هست به شما؟ صحابه گفتند که از دیدگاه ما مفلس اون کسی است که درهم و دیناری نداشته باشه. اون کسی که درهم و دیناری نداشته باشه میگه مفلس، بیچاره است. بیچاره یعنی چی؟ یعنی کسی که پولی نداشته باشه، نه حساب بانکی داره و نه هم پسندازی داره، میگه این آدم بیچاره‌ای هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نه، این آدم مفلس نیست. مفلس امت من گفت اون کسی هست که در دنیا نماز خونده، زکات داده، حج رفته، کارهای خیر انجام داده، هر کار خیری بوده انجام داده، اما در کنار این به اصطلاح افراد زیادی طلبکارش هستن. یکی رو فحش داده، یکی رو بدگویی کرده، به یکی متلکی انداخته، به یکی مسخره کرده، مال کسی رو خورده، به کسی سیلی زده، خلاصه کارایی کرده که این حرمت شکنی های زیادی رو انجام داده در حق دیگران. خب والحرمات و قصاص، حرمت شکنی ها در روز قیامت قصاص داره، انسان باید تاوان پس بده. و در روز قیامت اینطور نیست که تو در دنیا به کسی سیلی زدی، خب در قیامت اگر قرار بود سیلی بزنند خب خیلی راحت بود، اگر قرار بود مال در مقابل مال باشه که خیلی راحت بود، اما در روز قیامت دیگه معامله درهم و دیناری وجود نداره. در اونجا حساب و کتاب روی نیکی ها و بدیهی هست. این انسانی که به یکی فحش داده، ناسزا گفته، دشنام داده، غیبت کرده، حیثیت و آبروی کسی را برده، مالش را خورده یا هر بی‌حرمتی دیگری کرده، در مقابل از نیکی های این در روز قیامت بر می دارن، به اون فرد طلبکار میدن. نهایتش به جای میرسه که این انسان تمام نماز و روزه و زکات و حجش تمام ثوابش از بین میره. خب فرشته‌ها میگن که پروردگارا این که کارهای نیکش تمام شد، الان چه کار بکنیم؟ میگه از گناهان طلبکارانش، اونی که زده و دشنام داده و بی‌حرمتی کرده و آبروشو برده، از گناهان اونها به اندازه همین گناهش، به اندازه طلبشون بردارید، در گردن این بندازید. یعنی این که در روز قیامت این با این همه نماز و زکات و روزه و حج و اعمال خیر، میگن که نه، این باید بره به جهنم، اعمال نیکش رو همه دیگران بردن. پس بنابراین انسان باید در دنیا خیلی مواظب باشه و خصوصا زبان، که زبان بیشترین و راه خیلی راحت میچرخه در زبان. دروغ میشه گفت، تهمت میشه زد، مسخره میشه کرد، نمامی و سخنچینی میشه کرد و افترا میشه بست، شایعه پراکنی میشه. تمام اینها، این گناه ها همشون بر اثر همین زبان هست و انسان اگر خودش رو کنترل نکنه، در واقع این زبان انسان رو به هلاکت میندازه. جن را از بدن در بیارید، متاسفانه در این زمینه خیلی مردم دچار یعنی وسوسه شدند و خیلی فکر میکنند که سحر شدند، جادو شدند و جن در بدنشون رفته. اگر واقعا این گونه باشد، اگر واقعا ثابت شده باشه که این گونه هست، بله، راهش از نظر شرعی همان قرآن درمانی هست و با خواندن سوره بقره، با سوره معوذتین، آیت الکرسی یا تمام قرآن به صورت کلی، و کسانی که در این زمینه به اصطلاح تبحر دارن میدونند که چه آیات و چه سوره هایی رو بخونن. اگر واقعا ثابت شده باشه که جنی در بدن انسان رفته و مطمئن باشه، آدمایی که درست کار هستن، انسانی که پرهیزگار باشه، به اون مراجعه بکنیم. وگرنه انسانهای شیاد و دعانویس هایی که فقط هدفشون این است که به نان و نوایی برسن و جیبشون پر بکنن، سر هر کوچه و خیابانی زیاد هست. شما نگاه بکنید که کدوم از نظر تقوا بهتر هست، کدوم یکی مثلا بر نمازهای پنجگانهش مراقبت داره، کدوم یکی در کارهای خودش یعنی دچار سحر و جادوگری نمیشه و دعاهایش فقط دعاهای قرآنی هست. به این چنین افراد مراجعه بکنید، انشاءالله که مشکل حل میشه. لیزر کردن موهای بدن برای مردان هم جایز هست، هیچ اشکالی نداره. وقتی که زدودنش از نظر شرعی جایز هست، با هر به اصطلاح ابزاری باشه از نظر شرعی جایز نیست. ببینید موی بدن به صورت کلی ما 3 نوع موی بدن داریم، یعنی 3 حکم متفاوت در مورد موی بدن داریم. حکم اول تراشیدنش حرامه. حکم اول تراشیدنش حرامه. کدوم قسمت از بدن؟ ریش رو تراشیدنش حرام هست و همچنین ابرو رو که جز مواردی هست که به اصطلاح
چهره رو زشت میکنه. این از نظر شرعی حرام هست. حکم اول حرمت هست. حکم دوم تراشیدنش واجب هست. تراشیدنش واجب هست، مانند موی زاید بدن، موی زاید بدن، موی زیر بغل و موی زیر ناف، تراشیدنش واجب هست و گذاشتنش از نظر شرعی جایز نیست. غیر از این موارد بقیه بدن از نظر شرعی هم گذاشتنش جایز هست و هم تراشیدنش جایز هست، مباحه. یعنی هر دو طرفش از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست. موی دست و پا همین حکم رو داره، هم برای مرد و هم برای زن، هم تراشیدنش جایز هست و هم نتراشیدنش جایز هست. و وقتی که تراشیدنش جایز باشه، الان فرق نمیکنه که با تیغ باشه یا با کرم باشه، موبر باشه یا با لیزر باشه، با تمامی موارد در این زمینه یکی هستن، تفاوتی نداره. خارج شدن باد از شکم، یعنی شکستن وضو به صورت خارج شدن بادی باشه یا به خاطر به اصطلاح خواب رفتن باشه، برای این بعد از این لازم نیست که استنجا بگیره انسان، لازم نیست که استنجا صورت بگیره. استنجا یعنی چی؟ اصل استنجا، معنی استنجا به معنی زدودن نجاست هست. زدودن نجاست هست. نجوه در زبان عربی به معنی نجاست هست. یعنی وقتی که انسان دستشویی میرود برای قضای حاجت، بقایای نجاست رو از بدن خودش پاک بکنه، این میشود استنجا. آیا بعد از این که کسی از شکمش به طور مثال بادی خارج شده بود یا خواب افتاده بود، بعد از آن باید وضو بگیرد؟ اینا جزو شکننده های وضو هستند. باید استنجا بکند، باید عضو نهانی خودش رو، مقعد خودش رو آب بکشد یا عضو تناسلیش رو آب بکشد؟ نه، هیچ گونه ضرورتی در این زمینه نیست. استنجا فقط برای مواردی هست بعد از قضای حاجت. اما اگر کسی خواب افتاد یا بادی از شکمش خارج شد، استنجا و شستن محل خروج باد و مقعد از نظر شرعی لازم نیست. حکم مرجع تقلید چیست؟ ما مرجع تقلید در اسلام نداریم به صورت کلی. هیچ کسی مرجع تقلید نیست. اساساً تقلید به اصطلاح یک امر ثانوی هست. اصل این است که انسان باید متبع باشه، پیرو قرآن و سنت باشه. شما هم از یک عالمی وقتی که سوال میکنید که فلان مسئله حکم شرعی چی هست، باید اون عالم فتوا بده که بله فلان چیز هست، فلان حکم را داره بر اساس فلان آیه قرآن یا فلان حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حکم و حرف هیچ کدام، هیچ عالمی و هیچ امامی فی ذاته این دلیل نیست، مگر این که مستند باشه به قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این که یک فردی باشه مرجع تقلید شما که بگه الا و بلا من حرف فلانی رو قبول دارم، حرف کسی دیگر رو قبول ندارم، یعنی این که شما این شخص رو در جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارید. ما در دنیا، در جهان اسلام کسی را که الا و بلا حتما تمام حرفاش رو باید قبول بکنی، چون این کسی رو غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نداریم. وقتی که شما میگی که مرجع تقلید من فلانی هست، هر چی فلانی گفت من قبول میکنم، اگر فلانی نگفت هر کسی بگه من قبول نمیکنم، خب یعنی این شما این فرد رو در جایگاه عصمت قرار دادید، در جایگاه رسول الله قرار دادید. این جایگاه مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. امام مالک رحمت الله علیه میفرمودند